نوجوان اصلا کیه؟ چیه؟ چی میخواد از ما؟ یه مهمان تو خونه ما به مهمان چجوری احترام میذاریم، چجوری بهش توجه میکنیم، چجوری که هرچی که دلش میخواد بهش میگیم که چشم قربان، حتما چشم عزیزم، حتما تو جون بخوا. یا به مهمان در چه حدی توجه میکنیم؟ از مهمان انتظاری هم داریم، درخواستی هم داریم، امر و نهی میکنیم به مهمانمون، بازخواستش میکنیم، مؤاخذش میکنیم. خب همون رفتاری رو من همه حرفم اینه که همون رفتاری رو بکنیم با کودک و با نوجوانمون که با مهمانمون میکنیم. بعد اون وقت بعد از 2 هفته این رفتار مستدام و پی در پی بدون هیچ گونه آفعانی بیایم به من گزارش بدین که چقدر نوجوانمون تغییر کرد.